آقا سلام علیکم، خوش اومدید به اولین ویدیو کانال ما. بنده ساله هستم یا همون به قول خیلیا تستر بازی. من قبلا داخل فیدو فعالیت میکردم، به دلیل محدودیتایی که داشت نتونستم. امروز اینجا با معرفی یکی از بازی های نوستالژی اما قشنگ این دوره. این بازی هستش که دوستان اسمش هم اگه بخواید براتون میذارم. این بازیه، بریم گیم پلیش هم ببینیم. یه بازی نرم و روون. اینو بزنیم. حالا من هواپیما آخریه رو گرفتم. لازم من نسخه مود شده است، ولی دریافت نسخه مود شده حتما به دایرکت بنده مراجعه کنید، بنده براتون میفرستم. خیلی جالب، گرافیک فانتزی. آقا من خیلی سال ندیده بودم مثلا هواپیما شاتگان داره، خیلی جالبه. اسنایپ داره، اون موقع اسنایپ داشته الان نداره. تار ساله. دیدی دوست عزیز، بعضی از بازی هستن واقعا تمرکز بازی ساز میره روی ساخت و طراحی بازی. یکیش میشه این بازی. این انواع هواپیما رو داره. حالا من فقط روی یکی زوم کردم. این انواع هواپیما، انواع سلاح مختلف، هواپیمای مختلف، کارایی مختلف. اینو بهتون بگم یه از این کمتر نداریم. شما در نقش فکر کنم نازیه این. آره دیگه، شما در نقش نازی قرار دارید. با تشکر که تا اینجا همراه ما بودید. اسم بازی رو براتون میذارم. ممنون از تمامی عزیزانی که تا الان حمایت کردن. با تشکر.